بسم الله الرحمن الرحیم. ایرا میگن خندیدن به عقل مردم و مسخره کردنشان. شفیع عیار در یکی از ویدیوهای کوتاهش میگه نشه که ما شما از عوض خدا به شیطان ایمان آورده باشیم. در قرآن آیات است که شیطان شما را بازی میده. وظیفه شیطان چه بود از همون دنیا تا این دنیا که ما شما را بازی بده؟ شاید اینمی کلانترین بازی است که ما را داده. ما حج میریم در اونجا یک کلاه قرقلی سیاره یک سیاره مونده در زیرش میگن خداست. ما غول میریم دورش میگردیم که خدا را ما طواف کردیم. بازو باشه امون را که پرسان کنی که همی خدا در کجا هست؟ در عربستان؟ نه بیادر، در جای در زمین است؟ بله. در افغانستان است؟ بله. در زیر بحر است؟ بله. در آسمان است؟ بله. خیول اگه خدا در کل جای است، تو چطور میری در عربستان؟ در عربستان که چی بلدنگ های قشنگ جور کردن، در اوقات یک صندوقه که سیاره موندن، در گرد از اون میگردی که دیدن خدا آمده. اینجا چند چیز مورد بحث است. اولی که شفیع عیار در یکی از ویدیوهاش میگه ما گوسفند نمیخوایم و ادعا میکنه که پیروان او گوسفند نیستند که کورکورانه پشتش برن. اما هر کسی که عقل داشته باشه و وجدان خود اجازه دخالت در قضاوتش بده میفهمه که هم شفیع عیار طرفدارایش گوسفند فکر میکنه و عقلایشان را مورد تمسخر قرار میده و هم خود اونا ای گوسفند بودن کاملا قبول کردن. شما اگر هر ویدیویی او را گوش کنین و بعد در مورد از او فکر کرده و مصادر و منابع گفتهایش مورد بررسی قرار بتین، میبینین که ای آدم صدها دروغ گفته، به ویژه در بحث‌های ضد قرآنی و ضد اسلامیش. به طور مثال ما ثابت کردیم که شخص فریبکار در ویدیوی 1075 که اسلام دین جنگ معرفی میکنه، آیات‌های نازل شده در مورد 370 نفر منافق در مدینه را با ده ها هزار از اصحاب فداکار پیغمبر اسلام تعمیم میته و در مورد از اونا استعمال میکنه و از آیات‌هایی که در مورد پیغمبر و مسلمان ها نازل شده چشم پوشی میکنه تا مشتش باز و رسوا نشود. یک مثال بود و همه ویدیوهای او در مورد اسلام از همین قسم و آگنده از همین نوع ترفندهای کمونیستی است. حال در اینجا ادعا میکنن که دین اسلام دین شیطان است. چرا؟ زیرا قرآن میگه که شیطان شما را فریب میده و بعد هم با شدت انتقاد میکنه که تو میگی خدا هر جاست، پس چرا خدا را در داخل او خانه سیاه میدانیم؟ ما از بخش آخر اعتراض شروع میکنیم. برش میگیم جناب عالی، مشکل اصلی تو است که تو در همه مواردی که بر سر از اونا بحث میکنی جاهل و فاقد علم و دانش و سواد هستی و فقط با همون لحن چکانه کوچه و بازاری اما آمیخته با ترفند کمونیستی وارد بحث میشی. قاعده بحث علمی است که در مورد موضوعی که بحث میکنی باید معلومات داشته و با او وارد باشی. مثلا تو وقتی که در مورد آثار شکسپیر صحبت میکنی باید در قدم اول انگلیسی را با همه قواعد و گرامر و باریکی های ادبی و زبانیش مخصوصا انگلیسی قدیم خوب بفهمی. در غیر از اون مرتکب اشتباهات بسیار فاحش میشی. اما تو نه تنها زبان عربی را که زبان قرآن است هیچ نمیفهمی، بلکه از تعبیرات و اصطلاحات قرآنی هم هیچ خبر نداری و باز میایی و با گوسفندهایت میگی اینم از قرآن براتان میگم. تو که میخوایی از قرآن بگویی باید همه علوم قرآنی را در پهلوی تسلط کامل بر زبان عربی و گرامرش بدانی. در قرآن ناسخ و منسوخ است، مکی و مدنی است، مطلق و مقید است، محکم و متشابه است و غیره که همه را باید بدانی تا بتانی در مورد آیاتش اظهار نظر کنی. اما تو که نه تنها با قرآن بلکه به زبان فارسی هم آشنایی چندانی نداری، لذا اظهار نظرها و بحثهایت همه جاهلانه و مغرضانه است. ای که میگی خدا در همه جا هست، این برداشت غلط و جاهلانه تو از این آیه کریم است که میگه و هو معکم اینما کنتم. معنی آیت است که علم خدا با شماست در هر جایی که شما میباشید، نه ذاتش. یعنی شما در هر جایی که باشید خدا شما را میبینه و میشنوه و از حالتان با خبر است و این از جهل بلکه از کینه و حقد کمونیستی است که میگی خدا در زیر او خانه سیاه پت است. چونی را هیچ مسلمان نمیگه و معنی خانه خدا بودن چیزی نیست که تو از فرط بیسوادی فکر میکنی، بلکه او خانه ساخت حضرت ابراهیم و اسماعیل علیهم السلام تشریفاً و تکریماً خانه خدا گفته میشه و لزوماً به معنی جای سکونت خدا نیست. اگر تو کمی به زبان و ادبیات فارسی وارد می بودی
مشابه این گپ در فارسی هم میافتی. مثلا وقتی نظیری نشاپوری میگه نیازارم ز خود هرگز دلی را که میترسم در آن جای تو باشد، منظورش این نیست که معشوقه او که یک انسانی است دارای کم از کم 50-60 کیلو وزن در دل یک انسان دیگر که حتی نیم کیلو هم وزن نداره سکونت اختیار کرده و او را خانه خود ساخته، بلکه معنی جای او بودنی که قلب آن شخص جایگاه محبت اوست. و همین چیز هم درباره خانه خدا یعنی درباره کعبه صدق میکنه. یعنی کعبه خانه است که خدا او را رمزی بر وحدت مسلمان ها گردانیده که همگی در نماز به طرف کعبه روی میارن. در حج از همه دنیا مسلمان ها چه فقیر و چه امیر و چه شرقی و غربی و شمالی و جنوبی با هم ملاقات میکنن و از حال همدیگر با خبر میشن. البته بیان فلسفه و حکمت حج وقت زیادی را در بر میگیره که ما او را میمانیم به وقت و برنامه دیگه و میاییم به اصل اتهامت که میگی نشاید دین اسلام دین شیطان باشه. البته کسی که بحث علمی میکنه باید منصف و راستگو باشه و بحثهایش بر ادله علمی و عقلی استوار بوده و از جعل و قلب حقایق کار نگیره و به چشم مردم خاک پاش نته که متاسفانه تو از همین قسم روش کار میگیری و این روش همه ملحدین است، با این فرق که تو چیز تازه ای از خود نداری که عرضه کنی، فقط و فقط گفته ها و شبهات دیگه ملحدین نشخوار میکنی. این شبهه تو هم شبهه است که تقریبا 4 دهه پیش سلمان رشدی مطرح کرده بود و خمینی برای که در دنیا اسلام نامی بکشه فتوای قتلش صادر کرد، در حالی که آنچه که سلمان رشدی عنوان کرده همه به شبهات واهی و بی اساس و دروغ و دگرگون ساختن حقایق و سوء استفاده از نصوص اسلامی استوار است و دانشمندای زیادی از جمله شیخ احمد دیدات رحمت الله علیه به کتابش رد نوشته کردن و خودش هم در یک مقاله که در 22 جنوری 1989 در ابزرور نشر کرد پیامبر اسلام یکی از نابغه های بزرگ در تاریخ جهان دانست، اما گفت که عقیده اسلامی او را انسانی مثل بقیه انسان ها معرفی میکنه. اما این شبهه تو که میگی نشه ما را شیطان فریب داده باشه واقعا یک حرف بسیار خنده‌آور و بازی با عقلای گوسفندایی است که دروغ‌های آشکار تو را چشم بسته قبول میکنن بدون اینکه عقل خود به کار بندازن و از خود یا از تو بپرسن که آیا شیطان گاهی به کار نیک دعوت کرده؟ واضح است که تو وقت دین اسلام و دین شیطان میگی همه احکام و نصوص قرآن و حدیث قبول نداری و با انتهای گستاخی اونا را دشنام میتی. خب حال ما لفظ شیطان و یا ابلیس از دیدگاه همه ادیان و فرهنگا مورد بررسی قرار میتیم تا ببینیم شیطان از دیدگاه انسانها در درازنای تاریخ به شر دعوت میکنه یا به خیر. نخست چند شعر از گلستان شعر و ادب فارسی در مورد شیطان میشنویم. حکیم سنایی میگه شیطان اگر که هم سفرت شد یقین بدان با او به هیچ نقطه زیبا نمیرسی. شاعر دیگه میگه یا جان کافرکش را تا مرز مردن میبرم یا عقل دورندهش را تسلیم شیطان میکنم. گرچه شیطان رجیم از راه انصافم ببرد همچنان امید میدارم به رحمان رحیم. از این چند شعر که مشت نمونه خروار است ثابت میشه که شیطان در شعر و ادب فارسی موجودی است که همیشه به شر و بدی دعوت میکنه. حال ببینیم شیطان در ادیان و فرهنگ‌های مختلف چطور معرفی شده. شیطان در یهودیت به نام‌های مشتیم و بلیعال معرفی شده که اولی اسم فاعل است از شطه که معادلش در عربی شیطان است و دومی روح فریب و دروغ معنی میده که معادلش در عربی بلاعول است، یعنی کسی که به او اعتماد کرده نمیشه و اخلاق نداره و خیری از او به دست نمیآید. در مسیحیت هم شیطان یک موجود شریر است که در زمین فساد میکنه و نامهای مختلفی داره و او طبق عقیده کتاب مقدس از فرشتگان بود که از امر خدا تمرد کرد و با تعدادی از فرشتگان طرفدارش از درگاه خدا رانده شد و همه به ارواح پلید مبدل شدند. و اما شیطان در اسلام معروف است که از جن بود نه از ملائکه ولی با فرشتگان محشور بود و سبب تمردش از اوامر الهی و سجده نکردن با آدم از رحمت خدا مطرود شد و وسوسه او باعث خروج آدم و حوا از بهشت گردید و او به اجازه خدا تا قیامت زنده است و انسانها را به همه انواع بدیها دعوت میکنه. شیطان در دین بودا که 4مین دین بزرگ جهان است مارا نام داره و گاهی او را خدای مرگ مینامند و او شیطانی است که با بودا جنگید و با وسایل گوناگون کوشش کرد او را از تأمل و تفکر منع کنه اما موفق نشد. در دین زردشتی شیطان اهریمن نام داره که آفریننده همه شرور و بدی هاست.
در تمدن مصر باستانی شیطان 3 نام داره که نزدیک به ستن یا شیطان می باشه. خوبی موضوع را به درازا نمی کشانیم و در یک کلام میگیم که در همه تمدن ها و ادیان و در بین همه اقوام و نژادها و ملل شیطان یا ابلیس موجودی است شریر و فاسد و مفسد که هدفی جز فریب انسان ها و کشانیدن اونا به سوی زشتی ها و پلشتی ها نداره. از آنچه گفته آمد به این نتیجه می رسیم که شیطان هیچ وقت به هیچ کار خوب ولو که بسیار کار خوب کوچک هم باشد دعوت نمی کنم. حال میاییم به این ارشادات پروفسور و دانشمند بزرگ دنیای فریب و دروغ جناب پروفسور شفیع عیار که میگه نشوه که ما به عوض خدا به شیطان ایمان آورده باشیم. شما کمی به این طرز استدلال این علامه زمان و دانشمند بی‌نظیر دقت کنین که چقدر مسخره و خنده‌آور است. میگه شیطان شما را بازی میته و این وظیفه شیطان از اون دنیا تا این دنیاست. خو عجیب شفیع جان، این که شیطان ما را بازی میته از کجا برات معلوم شد؟ میگه از آیات‌های قرآن. آیا تو با همین گپای بسیار مسخره و ارزید به ریش طرفدارایت نمیخندی و اونا رو بسیار زیاد احمق و نادان و بیعقل و بی‌منطق فکر نمیکنی؟ تو که دیگه چیزا گپ قرآن قبول نداری و قرآن و آیاتش مسخره میکنی و او هم با صدها و هزارها دروغ و حیله و ترفند و علیاذ بالله این کتاب پر از جهل میدانی، پس در قسمت بازی دادن شیطان چطور گپ قرآن قبول میکنی؟ آیا این روش بسیار شرم‌آور نیست؟ آیا تو مطمئن هستی که این یاوه‌سرایی های مسخره از دهانت در وقت افراد در مستی و شرابخوری بیرون نمیشه؟ اگه آیات قرآن در مورد بازی دادن شیطان قبول داری، چرا آیات دیگه شه که در مورد کعبه و حج از قبول نداری؟ اینه چرا قبول نداری که میگه ولله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، یعنی و خدای را بر مردم حج خانه کعبه مقرر است برای کسی که بدان راه تواند برد. و آیت دیگه شه که میگه ان اول بیت وضع للناس الذی ببکة مبارکا و هدی للعالمین، یعنی نخستین خانه‌ای که برای عبادت مردمان نهاده شد آن است که در مکه بنا شده است و مبارک و راهنمای جهانیان است. چرا این گفته قرآن قبول نداری که خدا کعبه را خانه خود گفته، نه به این معنا که در اونجا سکونت داشته باشه بلکه برای تکریم و گرامی داشتش، و ای که حج در کعبه فلسفه و حکمت بزرگی داره که او عبارت از تحکیم وحدت در بین امت اسلامی است، چیزی که شیطانای جنی و انسی از او ترس دارن. خدا میگه و عهدنا الی ابراهیم و اسماعیل ان طهر بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود، و به ابراهیم و اسماعیل امر کردیم که خانه مرا برای طواف کنندگان و اعتکاف کنندگان و رکوع سجده کنندگان پاک سازید. آیا اونایی که فریب تو را خوردن از تو نمیپرسن که تو بارها به قرآن توهین کردی و علیاذ بالله او را کتاب پر از جهل گفتی؟ حال چه شد که با آیاتش استدلال میکنی و میگی در قرآن آیاتی است که میگه شیطان شما را بازی میته؟ آیا با این طرز تفکر و استدلال خنده‌آور و مسخره تو حکم جاهل بودن خود صادر نمیکنی؟ ما ثابت کردیم که شیطان در نزد همه ملل و امم مصدر شر و بدی است، جز بنده های مارکس و لنین و مائو که اونا نه وجود خدا را قبول دارن و نه شیطانه. خب حالی شیطان چطور ممکن است دین بیاره که به همه خوبی ها امر و دعوت و از همه بدی ها نهی کنه؟ آیا شیطان دین و کتاب میاره که در او خودش دشمن معرفی کنه و به انسان ها بگه ان الشیطان کان للانسان عدوا مبینا، یعنی شیطان برای انسان دشمن آشکار است، یا بگه که ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا، یعنی شیطان دشمن شماست پس او را دشمن حساب کنین؟ آیا شیطان در دین و کتاب خود میگه هر که از خدا اطاعت کنه به بهشت میره و هر که از شیطان اطاعت کنه به دوزخ میره؟ آیا شیطان در کتاب خودش لعنت میکنه و میگه فخرج منها فانک رجیم و ان علیک لعنتی الی یوم الدین، از بهشت برای که تو رانده شده استی و تا قیامت لعنت ما بدرقه کننده تو می باشه؟ آیا در تاریخ و پیش از تاریخی واقع شده که کسی خود لعنت کنه؟ آیا تو با وجودی که مردم فریب میتی و هزارها دروغ تحویلشان میتی، گاهی در کدام ویدیوت گفتی که ای شفیع عیار تو ملعون و رانده شده از درگاه خداستی، تو مردم فریب میتی و اغوا میکنی؟ آیا گاهی به مردم گفتی که و مردم احتیاط کنین فریب وسوسه های شیطان شفیع عیار نخورین که یک آدم دروغگوست شما را برای کج و غلط و فحشا و بیخدایی و بیبندوباری میبره؟
این گپ درست است که در قرآن آیاتی است که میگه شیطان شما را بازی میته. آیا شیطان به انسان ها میگه که او انسان ها شما احتیاط کنین که من شما را بازی میتم؟ تو خودت میگی که وظیفه شیطان از اون دنیا تا این دنیایی بوده که مردم بازی بته. اگر شیطان وظیفه خود در بازی دادن مردم پیش ببره و اونا را به قتل و زنا و حرامخواری و دزدی و خیانت و بالاخره کفر دعوت کنه و در عین حال هم بگویه که او مردم او انسان ها احتیاط کنین که شیطان شما را بازی نته و برای غلط نبره، آیا در این صورت او وظیفه بازی دادن خود به درستی انجام داده میتونه؟ آیا از این قسم استدلال مسخره و خنده‌آور نمیشرمی؟ تفکر در این موضوع بود که پروفسور گاری میلر ریاضیدان مشهور کانادا را وادار به این ساخت که اسلام بیاره و به یکی از سرسخت‌ترین مدافعان اسلام تبدیل شود. بیا حرفای پروفسور گاری میلر را بشنو و بعد با خود فکر کو که آیا تو در مقابل این قسم دانشمندا عددی هستی و ارزشی داری؟ او میگه have a third alternative, of course, which people tell you all the time. They say, no, he was not a liar. He was not a crazy man. He was deceived by the devil. Deceived by the devil. It's an interesting idea, but whatever you say, you better be ready to back it up. There's a lot of difficulties with that idea. For example, there is a verse in the Quran which tells the reader about a good habit to develop. It tells him, before you read this book, always say, A'udhu billahi minash shaitanir rajim, which means I take refuge in God from Satan the rejected. Is this Satan who wrote this? Who said, before you read my book, ask God to save you from me? پروفسور گاری میلر در اول گپایش پیش از این گفتارش با دلایل خیلی قوی و قابل قبول این حرف دشمنان اسلام که میگفتن محمد دروغگو و یا دیوانه است رد میکنه و بعد میگه گروه دیگری میگن به محمد این آیت ها را شیطان یاد میداد و شیطان او را فریب میداد. چنانچه توی گپ میگی و سلمان رشدی پیش از تو گفته بود. پروفسور گاری میلر این حرف با این دلیل خیلی معقول علمی رد میکنه و میگه خوب این گپ دلچسب است ولی باید برش دلیلی داشته باشی که او را تایید کنه. قبول کردن این قسم دعا بسیار مشکل است. مثلا در قرآن آیتی است که مسلمان ها را به یک عادت خوب دعوت میکنه و میگه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم فاذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشیطان الرجیم النحل 98. یعنی وقتی که قرآن را میخواندی با خدا از شیطان سنگسار شده یا از شیطان رانده شده پناه ببر. در اینجا پروفسور میلر با تعجب پرسان میکنه که آیا شیطانی کتاب نوشته کرده که میگه وقتی کتاب مرا میخوانی از ما به خدا پناه ببر؟ اونایی که تو با عقلهایشان بازی میکنی ولی عقل و منطقشان به حدی قوی است که نمیتونه هر گپ تو را بدون دلیل قبول کنه، آیا از تو نمیپرسن که آیا شیطان میگه که خدا یگانه را پرستش کنی نه بت‌ها و طاغوت‌ها و خدایان باطل و دروغین انسی و جنی را؟ آیا شیطان میگه که در راه خدا به فقرا و مساکین صدقه و خیرات بتین و کسی که در راه خدا به فقرا کمک میکنه این انفاقش مثل یک دانه است که دارای 7 خوشه میباشه و هر خوشه 100 دانه داره؟ آیا شیطان میگه که مال یتیم نخورین و کسی که مال یتیما را میخوره در شکم خود آتش میخوره و به زودی به جهنم واصل میشه؟ آیا شیطان میگه کسی که یک انسان دارای هر دین و مذهبی که باشه بدون موجب بکشه مثل ایست که کل انسانها را کشته باشه و کسی که انسانی را نجات بده مثل ایست که کل بشریت را نجات داده باشه؟ آیا شیطان میگه نافرمانی پدر و مادر را نکنین و به اونا نیکی کنین؟ آیا شیطان میگه دزدی نکنین، خیانت نکنین، غیبت نکنین، چغلی نکنین، جاسوسی نکنین، گمان بد نکنین؟ آیا شیطان میگه که در خرید و فروشتان از تقلب و کم فروشی کار نگیرین، به عهد و پیمانتان وفا کنین؟ در قرآن کریم آیات بسیار زیادی وجود دارند که به خوبی ها دعوت و از بدی ها نهی میکنند که ما در بخش بعدی بحثونا را با ترجمه هایشان خدمت دوستا تقدیم میکنیم. اما در برابر گستاخی بسیار لوچکانه علیه قبله مسلمان ها میگیم او خانه یک خانه عادی نیست، خانه ای که خدا در وقت حمله ابرهه حبشی او را نجات داد و توسط پرنده های به نام ابابیل لشکر ابرهه را هلاک کرد و این واقع در قرآن کریم در سوره الفیل ذکر شده و هم در سیرت ها موجود است، از جمله در سیرت ابن اسحاق.
و این واقعیت درست در همون سال تولد سردار انبیا صلی الله علیه وسلم رخ داد و مشرکانی که او واقعه را دیده بودند در زمان بعثت رسول خدا زنده بودند و قرآن با صراحت کامل جریان حمله ابرهه و هلاکت او و لشکر و فیلهایش توسط پرنده های ابابیل بیان میکنه و میگه الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل. این سوره الفیل در مکه نازل شد و در او وقت مشرکانی که او واقعه را دیده بودند، یعنی لشکرکشی ابرهه و هلاکتش دیده بودند، زنده بودند، لذا نتانستند قرآن تکذیب کنند و بگویند نخیر چون این حادثه رخ نداده و محمد دروغ میگه. پس این خانه که تو با لچکی تمام او را توهین میکنی خانه مقدس است و با وجود جستک و خیزکای تو و امثالت فریضه حج توسط میلیون ها مسلمان همه ساله در اونجا اجرا میشه، چرا که این نتیجه دعوت ابراهیم بتشکن به جهانیان است. و حافظم میگه در بیابان گر به شوق کعبه خواهی زد قدم، سرزنش ها گر کند خار مغیلان غم مخور. و ما بر جلوگیری از دراز شدن بحث تشریحات بیشتر در مورد کعبه مشرفه و اثبات تقدس تاریخیش در بخش دومی بحث تقدیم میکنیم، ولی در اینجا بر تو یک توصیه میکنیم و اوی که زیاد گلوی تا پاره نکو و زیاد سر خود فشار نبیار، نشوه که سکته نکنی از حقد و کینه علیه کعبه، علیه اسلام، علیه قرآن، نشوه که سکته نکنی و به جهنم واصل نشوی.